وصیت 22 فضیلت اخلاص. از معاذ پسر جبل رضی الله تعالی عنه روایت است که هنگامی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم مرا به یمن فرستادنی شد گفتم ای پیغمبر خدا مرا وصیت نما. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود دینت را خالص نما، عملی کم هم تو را کفایت می نماید. روایت بیهقی. از ثوبان رضی الله تعالی عنه روایت است که از پیغمبر صلی الله علیه و سلم شنیدم که می گفت خوشا بر مخلصان، مخلصان چراغ‌های هدایتند، تمام تاریکی فتنه ها با آنها روشن می شود. روایت بیهقی. از ابو امامه رضی الله تعالی عنه روایت است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود خداوند عز و جل تنها عمل را قبول می نماید که خالص و برای خاطر خدا باشد.